ایران نفسهای آخرش را می‌کشید. افغان‌ها بر پایتخت، عثمانی‌ها بر غرب و روس‌ها بر شمال چنگ انداخته بودند. غرور یک ملت بزرگ لگدمال شده بود و در تاریک ترین فصل تاریخ هیچ امیدی باقی نمانده بود. اما معجزه ها همیشه از آسمان رخ نمیدن. بعضی موقع ها از دل همین تاریکی بیرون میان. از دل فقر و اسارت پسری برخاست که طعم تحقیر را چشیده بود. شوپان زاده‌ای که قرار بود با ضرب شمشیر 3 امپراتوری را به زانو درآورد و نام ایران را دوباره بر سر زبانها بیاندازد. این داستان ظهور آخرین فاتح بزرگ مشرق زمین است. داستان نادرشاه افشار. برای شناختن مردی که قرار بود سرنوشت یک ملت را تغییر دهد، باید به خاستگاه او برگردیم، به منطقه مرزی به نام ابیورد در درگز استان خراسان رضوی. در 2 آذر ماه سال 1067 شمسی اینجا پسری به نام نادر قلی متولد شد. او از طایفه افشار بود که در زمان شاه اسماعیل صفوی برای پاسداری از مرز به این ناحیه منتقل شده بودند. پدر نادر امام قلی یک پوستین دوز و دهقان ساده بود. خانواده آنها از نظر مالی در تنگنا بودند و زندگی سختی را می‌گذراندند. نادر قلی از همان کودکی به جای بازی‌های کودکانه همراه پدرش به چوپانی و کشاورزی مشغول بود. وقتی نادر حدوداً 14 یا 15 ساله بود، پدرش از دنیا رفت و بار مسئولیت خانواده بر دوش او سنگینی کرد. اما این تازه آغاز مصیبت‌ها بود. 2 سال پس از مرگ پدرش، در دوران ضعف دولت مرکزی صفوی که حملات اقوام مرزی به یکدیگر امری عادی شده بود، ازبک‌ها به روستایشان ابیورد یورش آوردند. آنها روستا را غارت کردند، مردان را کشتند و تعدادی از زنان و مردان ایل افشار را به اسارت گرفتند. ازبک‌ها آنها را به سوی مرو در ترکمنستان امروزی بردند. در میان این اسرا نادر نوجوان و مادرش نیز حضور داشتند. از 4 سالی که بر نادر و مادرش در اسارت گذشت، اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. این 4 سال سالهای گم شده زندگی نادر است. اما می توان تصور کرد که بر آن نوجوان مغرور چه گذشته. تحقیر، کار اجباری، گرسنگی و دیدن رنج مادر. مادر نادر این سختی ها را تاب نیاورد و در همان دوران اسارت در غربت و گمنامی درگذشت. سرانجام نادر که حالا به جوانی 20 ساله و آب دیده تبدیل شده بود، در فرصتی مناسب توانست از اسارت بگریزد و به تنهایی راهی زادگاهش ابیورد شود. نادر پس از بازگشت به ابیورد دنیای متفاوتی را پیش روی خود دید. اوضاع آشفته تر از قبل بود. هر خان قبیله‌ای برای خودش حکم می‌راند و قانون جنگل حکم فرما بود. نادر هم گروهی از جوانان را دور خودش جمع کرد و به سپاه خان ابیورد بابا علی بیگ افشار پیوست. بابا علی بیگ که خود به دنبال افراد لایق برای سپاه کوچکش بود، خیلی زود متوجه استعداد نظامی خارق العاده این جوان شد. نادر در نبردهای محلی چنان دلاوری و هوشی از خود نشان داد که بابا علی بیگ او را به فرماندهی تفنگدارانش منصوب کرد. این یک جهش بزرگ برای نادر بود.
بابا علی بیگ برای اینکه این فرمانده لایق را کاملا به خود وفادار کند، دخترش گلنسا را به عقد او درآورد. گلنسا اولین همسر رسمی نادر و مادر اولین و مشهورترین پسرش رضا قلی میرزا بود. متاسفانه گلنسا در جوانی درگذشت و نادر بعدها با خواهر او ازدواج کرد که دو پسر دیگرش حاصل این ازدواج بودند. نادر در همین دوران در مناطق ابیورد و درگز نام و آوازه‌ای برای خود دست پا کرده بود. پس از مرگ بابا علی بیگ، نادر به طور طبیعی جایگاه او را به عنوان حاکم و فرمانده محلی به دست گرفت. قدرت او هنوز محدود به همان مناطق آبا و اجدادیش بود و در سطح ایران کسی او را نمی شناخت. در آن زمان فردی به نام ملک محمود سیستانی که از خانهای قدرتمند سیستان بود، از آشفتگی اوضاع استفاده کرده و بخش‌های بزرگی از خراسان از جمله شهر مشهد را تصرف کرده و خود را پادشاه خوانده بود. ملک محمود سیستانی که از قدرت گرفتن نادر در شمال خراسان با خبر شده بود، به او پیشنهاد اتحاد و دوستی داد. نادر نیز که به دنبال فرصتی برای گسترش نفوذ خود بود، برای مدتی به ملک محمود پیوست. اما روح سرکش و جاه طلب نادر با جاه طلبی ملک محمود در یک اقلیم نمی گنجید. خیلی زود میان آنها اختلاف افتاد و نادر از او جدا شد. درست در همین نقطه از تاریخ، سرنوشت بازیگران اصلی صحنه را به هم رساند. شاه طهماسپ دوم، پادشاه فراری صفوی، پس از سقوط اصفهان به دست افاقنه، به استراباد گرگان امروزی پناه آورده بود. او در این شهر با حمایت فتحعلی خان، جد بزرگ خاندان قاجار، در حال جمع‌آوری سپاهی برای بازپسگیری تاج و تختش بود. در همین زمان نادر، سردار محلی که به دلیل پیروزی‌هایش شهرت داشت، از طریق واسطه‌ها از حضور شاه طهماسپ در استراباد آگاه شد. نادر از این فرصت استفاده کرد و به آنجا رفت و با شاه طهماسپ دیدار کرد. این دیدار که با هماهنگی فتحعلی خان قاجار ترتیب داده شده بود، نقطه عطفی در همکاری این دو شد. وقتی خبر پیشروی ملک محمود سیستانی به سمت نیشابور به گوش شاه طهماسپ رسید، او سپاهی را به فرماندهی یکی از سردارانش به آنجا فرستاد. نادر هم به این سپاه پیوست تا با ملک محمود بجنگد، اما این نیروها در برابر سپاه ملک محمود شکست خوردند و نیشابور سقوط کرد. نادر خشمگین از این ناکامی به دژ مستحکم خود در کلات بازگشت، سپاهش را بازسازی کرد و با یک حمله برق آسا و غافلگیرانه به نیشابور یورش برد. او شهر را از نیروهای ملک محمود آزاد کرد و این بار نیشابور را به نام شاه طهماسپ دوم فتح نمود و رسما وفاداری خود را به پادشاه قانونی ایران اعلام کرد. این هوشمندانه ترین تصمیم نادر تا آن روز بود. شاه طهماسپ از این کار نادر و پیروزی غیر منتظره به وجد آمده بود، او را با آغوش باز پذیرفت و به او لقب طهماسپ قلی خان را اعطا کرد. از این لحظه به بعد نادر دیگر یک یاغی یا حاکم محلی نبود. او سردار سپاه پادشاه ایران شده بود. سپاه فتحعلی خان که تا آن زمان فرمانده کل قوای شاه بود، تنها 3000 نفر نیرو داشت. از همان ابتدا مشخص بود که ستاره بخت چه کسی در حال طلوع است. سپاه نادر نه تنها از نظر تعداد، بلکه از نظر نظم، تجهیزات و شجاعت سربازان برتری محسوسی داشت. طبیعتاً اختلافات میان نادر و فتحعلی خان قاجار از همان روز اول آغاز شد. فتحعلی خان که خود را همه‌کاره شاه می‌دانست، وجود این سردار تازه وارد و قدرتمند را خطر جدی برای موقعیت خود می‌دید.
از طرف دیگر شاه طهماسپ به شخصیتی ضعیف داشت، روز به روز بیشتر مجذوب شخصیت قاطع، هوش نظامی و پیروزی‌های نادر می‌شد. فتحعلی خان تلاش کرد با دسیسه چینی نادر را نزد شاه بدنام کند، اما موفق نشد. وقتی دید که نفوذ نادر در حال افزایش است، تصمیم به خیانت گرفت. او پنهانی نامه‌ای به ملک محمود سیستانی نوشت و پیشنهاد داد که با هم متحد شوند. شاه طهماسپ را از میان بردارند و کشور را بین خود تقسیم کنند. اما نادر از او زرنگتر بود. او از این توطئه با خبر شد، نامه فتحعلی خان را در میانه راه به دست آورد و آن را مستقیما نزد شاه طهماسپ برد. شاه با دیدن سند خیانت فرمانده کل قوای خود خشمگین شد و بیدرنگ دستور قتل فتحعلی خان را صادر کرد. به هر حال با حذف فتحعلی خان، بزرگترین مانع در مسیر قدرتگیری نادر از میان برداشته شد و او به فرمانده کل ارتش شاه طهماسپ تبدیل گشت. قدرت روزافزون نادر حتی دشمنان قدیمی افشارها را نیز به سمت او کشاند. کردهای قوچان که سالها با افشارها درگیری داشتند، با دیدن موقعیت نادر به او پیشنهاد اتحاد دادند. نادر نیز با هوشمندی این اتحاد را پذیرفت و برای رفع کدورت‌ها با دختر حاکم قوچان ازدواج کرد. با این کار جنگجویان شجاع کرد خراسان نیز به سپاه نادر و شاه طهماسپ پیوست. حالا زمان تسویه حساب نهایی با ملک محمود سیستانی فرا رسیده بود. سپاه متحد نادر و شاه طهماسپ و قصد فتح مشهد و سرنگونی ملک محمود به سمت این شهر حرکت کردند. شهر به محاصره درآمد. این محاصره 2.5 ماه طول کشید و سرانجام با خیانت یکی از سرداران ملک محمود، یکی از دروازه های شهر باز شد و سپاه نادر به داخل شهر سرازیر شد و مشهد را تصرف کرد. ملک محمود سیستانی که دیگر راهی جز تسلیم نمیدید، تاج حکومتش را تسلیم شاه طهماسپ کرد و به حرم امام رضا پناهنده شد. اما نادر دستور داد او را از حرم بیرون بیاورند و زندانی کنند. 1 سال بعد ملک محمود نیز به قتل رسید. فتح مشهد و پاکسازی کامل خراسان در آذر ماه سال 1105 شمسی رخ داد. نادر 38 ساله حالا دیگر فرماندهی شده بود که شهرتش در سراسر کشور پیچیده. پس از فتح خراسان، هدف بعدی باید پایتخت، اصفهان و بیرون راندن اشراف افغان می بود. اما نادر دیدگاه استراتژیک متفاوتی داشت. او معتقد بود که حمله مستقیم به اصفهان در حالی که افغان‌های هرات می توانستند از پشت به خراسان حمله کنند، یک اشتباه مرگبار است. او اصرار داشت که ابتدا باید تکلیف هرات مشخص شود. این موضوع باعث اختلاف نظر شدید بین او و شاه طهماسپ شد، اما در نهایت نادر حرف خود را به کرسی نشاند. او از مشهد به سمت خراسان حرکت کرد. شاه طهماسپ قرار بود با سپاه خود به او بپیوندد، از روی حسادت یا بیکفایتی نیامد و نادر را تنها گذاشت. نادر به تنهایی هرات را محاصره کرد و سپاه افغانها را مجبور به عقب نشینی به داخل قلعه شهر کرد. جنگ سختی در گرفت و حتی خود نادر نیز در این نبرد زخمی شد. سرانجام بزرگان هرات که مقاومت را بیفایده دیدند، تقاضای صلح کردند. نادر که هدفش تنها تثبیت جبهه شرق بود، با شرایطی صلح را پذیرفت. پس از آسودگی خیال از جانب هرات، سرانجام نوبت به نبرد بزرگ با اشراف افغان و آزادسازی پایتخت رسید. وقتی خبر حرکت سپاه نادر از خراسان به سمت اصفهان رسید، اشرف ترجیح داد در پایتخت منتظر نماند و خود به پیشواز نادر رفت.
اولین برخورد سرنوشت ساز دو سپاه در محلی به نام مهمان دوست در نزدیکی دامغان رخ داد. در این نبرد تاکتیک‌های برتر نظامی نادر و انضباط پولادین سپاهش بر شجاعت بی‌نظم افغان‌ها چیره شد و سپاه اشرف شکست سختی خورد. افغان‌ها به سمت تهران و سپس اصفهان عقب نشینی کردند. اشرف برای نبرد نهایی از عثمانی‌ها کمک خواست و سلطان عثمانی نیز که از قدرت گرفتن یک سردار غیر قابل کنترل در ایران نگران بود، برای او توپخانه و نیروی کمکی فرستاد. نادر شاه طهماسب را در تهران گذاشت و خود به عنوان فرمانده کل به سمت اصفهان حرکت کرد. در طول مسیر مردم ستم دیده شهرها که از حکومت ظالم اشرف افغان به سطوح آمده بودند، دست دسته به سپاه نادر می پیوستند. نبرد نهایی و عظیم در شمال اصفهان در گرفت. سپاه نادر با یک استراتژی بی‌نقص ارتش افغان و متحدان عثمانیش را در هم کوبید. نادر پس از پیروزی چنان بر انضباط سپاهش تأکید داشت که تعدادی از سربازانی را که بدون اجازه و به طمع غنیمت دشمن در حال فرار را رها کرده بودند به شدت تنبیه کرد. اشرف افغان پس از این شکست دیوانه‌وار به اصفهان بازگشت. او از روی خشم دستور داد بازار بزرگ اصفهان را به آتش بکشند و صدها نفر از بزرگان شهر و شاهزادگان صفوی از جمله همان شاه سلطان حسین نگونبخت را که 7 سال در حبس بود به قتل رساند. سپس با باقی مانده سپاهش از اصفهان به سمت شیراز گریخت. نادر پیروزمندانه وارد اصفهان شد و به شاه طهماسب پیام فرستاد که پایتخت را برایش پس گرفته است. شاه طهماسب پس از 7 سال آوارگی در میان استقبال پرشور مردم به اصفهان بازگشت، اما شهری که او میدید ویرانه‌ای بیش نبود. او مادر پیرش را که در این سالها در لباس کنیزی زنده مانده بود پیدا کرد و در آغوش گرفت. شاه طهماسب بر تخت نشست و به قول خود عمل کرد. او خواهر بزرگش رضیه بیگم را به عقد نادر درآورد، سپس از نادر خواست تا اشرف را تعقیب کرده و انتقام خون صفویان را بگیرد. نادر پس از 40 روز به سمت شیراز حرکت کرد و در نبردی دیگر باقی مانده سپاه اشرف را نیز شکست داد. اشرف با تعداد اندکی از یارانش به سمت بیابان‌های سیستان و بلوچستان فرار کرد و سرانجام در آنجا به دست یک حاکم محلی بلوچ کشته شد و سر بریده او را برای شاه طهماسب به اصفهان فرستاد. با مرگ اشرف پرونده حکومت افغانها بر ایران برای همیشه بسته شد. درسته که خطر افغانها تمام شده بود، اما ایران هنوز آزاد نبود. غرب در دست عثمانی و شمال در اشغال روس‌ها. نادر بدون فوت وقت در اسفند ماه 1108 سپاهش را به سمت غرب حرکت داد. او ابتدا نهاوند، سپس ملایر و پشت سر آن همدان را آزاد کرد. سپس به کرمانشاه رفت و آنجا را نیز تصرف کرد. پس از آزادسازی سنندج به سمت پایتخت سابق ایران تبریز حرکت کرد و در مرداد ماه سال 1109 پس از شکست دادن سپاه عثمانی پیروزمندانه وارد تبریز شد. در کمتر از 5 ماه نادر بیش از نیمی از مناطق اشغالی توسط عثمانی را به خاک ایران بازگرداند. این یک شاهکار نظامی به تمام معنا بود. نادر آماده حرکت به سمت قفقاز و ایروان بود که خبر بدی از شرق رسید. افغان‌های هرات دوباره شورش کرده و به مشهد حمله کرده اند. این خبر نادر را مجبور کرد تا عملیات در غرب را نیمه کاره رها کند و با عجله به سمت خراسان بازگردد. او پس از سرکوب شورش افغان‌های ابدالی در هرات
این بار آنها را در سراسر خراسان پراکنده کرد تا دیگر نتوانند متحد شوند و تعداد زیادی از جنگجویان شجاعشان را نیز در ارتش خود ادغام کرد. و اما در غیاب نادر، شاه طهماسب دوم بزرگترین اشتباه زندگیش را مرتکب شد. او که به پیروزی‌های پی در پی نادر حسادت می‌کرد، تصمیم گرفت خودی نشان دهد و کار نیمه تمام شده نادر در غرب را تمام کند. او بدون هماهنگی به سمت ایروان لشکرکشی کرد. نتیجه یک فاجعه بود. سپاه بی تجربه شاه نه تنها شکست خورد، بلکه عثمانی‌ها در تعقیب آن تبریز و همدان را که نادر آزاد کرده بود دوباره اشغال کردند. شاه طهماسب دست از پا درازتر به اصفهان بازگشت و برای سرپوش گذاشتن بر این فضاحت با عثمانی‌ها پیمان صلح خفتباری امضا کرد که به موجب آن در ازای پس گرفتن تبریز و همدان، حاکمیت عثمانی بر کل قفقاز یعنی ایروان، گنجه، کفلیس و نخجوان را به رسمیت شناخت. وقتی خبر این معاهده به نادر رسید، او از خشم منفجر شد. او بیدرنگ به تمام حکام ایران نامه نوشت و آنها را با سپاهیانشان به اصفهان فراخواند. سپس نامه ای تند به شاه طهماسب نوشت و او را به خیانت به کشور متهم کرد. به عثمانی ها نیز پیغام داد که این قرارداد را پاره کاغذی بیش نمی داند و یا باید با زبان خوش تمام خاک ایران را ترک کنند یا منتظر شمشیرهای سربازانش باشند. نادر با سپاهی عظیم به سمت اصفهان حرکت کرد. او ابتدا تکلیف دشمن داخلی را روشن کرد. به محض ورود به اصفهان، شاه طهماسب دوم را از پادشاهی خلع کرد و پسر 8 ماهه اش عباس میرزا را با نام شاه عباس سوم بر تخت نشاند. نادر خود را نایب السلطنه نامید و عملاً همه کاره ایران شد. حالا دیگر هیچ مانعی بر سر راهش نبود. او با تمام قوا به سمت غرب تاخت. هدف اول بغداد بود. او بغداد را محاصره کرد، اما خبر رسید که سلطان عثمانی بهترین و با تجربه ترین سردارش توپال عثمان پاشا را با یک ارتش عظیم 100,000 نفری برای مقابله با او فرستاده است. در نبردی سنگین در نزدیکی سامرا به دلیل طوفان شن و استراتژی برتر توپال پاشا، نادر برای اولین بار پس از سالها طعم شکست را چشید و مجبور به عقب نشینی شد. اما این شکست او را مصمم‌تر کرد. در کمتر از 3 ماه سپاهش را بازسازی کرد و با انگیزه‌ای مضاعف برای انتقام دوباره به مصاف توپال پاشا رفت. این بار در نبردی حماسی این نادر بود که پیروز شد. توپال عثمان پاشا در میدان نبرد کشته شد و نادر دستور داد جسد این سردار شجاع را با احترام کامل نظامی به استانبول بفرستند. پس از این پیروزی نادر دیگر بغداد را رها کرد و به سمت قفقاز رفت. او یک به یک شهرهای گنجه، تفلیس، داغستان و ایروان را از چنگ عثمانی ها درآورد. امپراتوری عثمانی که دیگر توانی برای مقابله با این نابغه نظامی نداشت، سرانجام تسلیم شد و پذیرفت که از تمام سرزمین هایی که طبق مرزهای دوران صفوی متعلق به ایران بود عقب نشینی کند. پس از شکست قاطع عثمانی ها نوبت به روس‌ها رسید. داستان روس‌ها برخلاف پیچیدگی های جنگ با عثمانی به سادگی و عظمت اراده نادر رقم خورد. پیشتر روس‌ها طبق عهدنامه‌ای بخش‌هایی از گیلان و مازندران را تخلیه کرده بودند، اما هنوز در شهرهای باکو و دربند لنگر انداخته و خیال عقب نشینی نداشتند. نادرشاه نیازی به لشکرکشی دوباره ندید. او تنها با یک نامه به روس‌ها هشدار داد: خاک ایران را ترک کنید وگرنه شما را در هم خواهم کوبید. این التیماتوم که آوازه شجاعت و قدرت نادر در آن طنین انداز بود،
لرزه‌ای بر اندام روس‌ها انداخت. آنها که از شکوه پیروزی‌های نادر در نبردهای پیشین هراسناک بودند، بیدرنگ تسلیم شدند. باکو و دربند را تخلیه کردند و با شتاب خاک ایران را برای همیشه ترک گفتند. نادر که پس از سالها جنگ موفق شده بود تمام دشمنان خارجی را شکست دهد و پای تمام بیگانگان را از خاک ایران قطع کند، در بهمن ماه سال 1114 شمسی با خیالی آسوده دستور داد تا اردویی بزرگ در دشت مغان برپا شود. او تمام حکام، بزرگان، علما و فرماندهان نظامی از سراسر ایران را به این گرد همایی عظیم دعوت کرد. میگویند به دستور او 12,000 چادر، بازار و حمام برای این گرد همایی ساخته شد. پس از چند هفته جشن و سرور، نادر در یک سخنرانی تاریخی خدمات خود را به ایران برشمرد. او گفت که با ضرب شمشیر کشور را از تجزیه نجات داده و امنیت را بازگردانده است. سپس با حرکتی نمایشی اعلام کرد که اکنون خسته است و می‌خواهد به کلات بازگردد و استراحت کند و این بزرگان ملت هستند که باید تصمیم بگیرند چه کسی را به پادشاهی انتخاب کنند، چه از خاندان صفوی و چه هر کس دیگری. البته همه می‌دانستند که این فقط یک تعارف سیاسی است. هیچ کس جز خود نادر شایسته پادشاهی نبود. تمام حاضران یک صدا فریاد زدند که تنها او لایق تاج و تخت ایران است. نادر پس از اصرار فراوان سرانجام پذیرفت. شاه عباس سوم رسما از سلطنت خلع شد و حکومت 235 ساله صفویان برای همیشه به پایان رسید. در نوروز سال 1115 شمسی، نادر قلی افشار با نام نادرشاه تاجگذاری کرد و سلسله افشاریه را بنیان نهاد. پس از تاجگذاری، روح ناآرام و بلند پرواز نادر قانع به مرزهای موجود نبود. هدف بعدی او بزرگترین و جسورانه ترین لشکرکشی زندگی اش بود: حمله به هندوستان. بهانه رسمی این حمله پناه دادن محمد شاه گورکانی پادشاه هند به فراریان افغان بود، اما دلیل واقعی ثروت افسانه‌ای و بیکران هندوستان بود که می توانست هزینه‌های ارتش ایران را برای سالها تأمین کند. در آن زمان حکومت گورکانی هند در اوج ضعف و فساد به سر می برد و محمد شاه پادشاهی عیاش و بیکفایت بود. نادر با سپاهی حدوداً 100,000 نفری از طریق گذرگاه خیبر وارد خاک هند شد. او شهرهای کابل، پیشاور و لاهور را یکی پس از دیگری به راحتی آب خوردن فتح کرد. نبرد نهایی در دشت کرنال در نزدیکی دهلی رخ داد. ارتش هند با بیش از 300,000 سرباز و 2,000 فیل جنگی در برابر سپاه نادر سفارایی کرد. اما نادر، نابغه بی‌بدیل جنگ، برای مقابله با فیلها نقشه هوشمندانه کشید. او دستور داد بر پشت صدها شتر هیزم و مواد آتش‌زا قرار دهند. با شروع نبرد، ارتش ایران این مشعل‌های متحرک را آتش زدند و شترهای وحشت زده را به سمت فیلها رها کردند. فیلها با دیدن این هیولاهای آتشین که به سمتشان می‌دویدند، وحشت کردند و به عقب برگشتند و صفوف ارتش هند را نیز در هم کوبیدند. در همین هرج و مرج، سواران زبده نادر از دو جناح حمله کردند و در کمتر از چند ساعت ارتش عظیم هند متلاشی شد. محمد شاه تسلیم شد و نادر پیروزمندانه وارد دهلی گردید. او ابتدا قصد آزار مردم را نداشت، اما شایعه مرگش شورشی را برانگیخت که به کشته شدن چند صد سرباز ایرانی انجامید. نادر در خشم فرمان قتل عام عمومی را صادر کرد. در نهایت در ازای بازگرداندن تاج و تخت به کشتار پایان داد و هم اینکه تمام خزانه سلطنتی هند
از جمله الماس‌های کوه نور و دریای نور و تخت طاووس را با خود به ایران آورد. فتح هندوستان اوج قدرت نادر بود، اما آغاز افول او نیز شد. او پس از بازگشت از هند برای انتقام خون برادرش راهی داغستان شد. برخلاف فتوحات گذشته، جنگ داغستان به جنگی فرسایشی و بی نتیجه در کوهستان‌های صعب العبور تبدیل شد و ارتش او را خسته و ناتوان کرد. در همین زمان سوء قصدی نافرجام به جان نادر انجام شد که بذر بدگمانی را در دلش کاشت. او تحت تاثیر اطرافیانش پسر و جانشینش رضا قلی میرزا را مسئول این ترور دانست و در اوج خشم دستور به کور کردن او داد. این اقدام ضربه روحی به خود نادر وارد کرد و او را به انسانی افسرده و بیرحم بدل ساخت که دیگر به هیچ کس اعتماد نداشت. در این میان خبر رسید که برادرزاده اش علی قلی خان در سیستان شورش کرده و کردهای قوچان و دیگر مخالفان نیز به او پیوستند. نادر برای سرکوب این شورش به سمت قوچان حرکت کرد. شبی که در نزدیکی فتح آباد قوچان اردو زده بود، از فرط خشم و بدگمانی تمام سرداران و فرماندهان قزلباش خود را خائن خواند و قسم خورد که فردا صبح همه آنها را از دم تیغ خواهد گذراند. اما یکی از غلامان حاضر در چادر این نقشه را شنید و به سرعت به اطلاع محمد قلی خان افشار و صالح خان رساند. آنها دریافتند که برای زنده ماندن تنها راهشان این است که باید نادر را از میان بردارند. نادرشاه افشار ناجی ایران در سن 59 سالگی نه در میدان جنگ بلکه در چادر خود در هنگام خواب کشته شد. داستان نادرشاه داستان صعودی خیره کننده و سقوطی غم‌انگیز است. او بی تردید یکی از بزرگترین نوابغ نظامی تاریخ جهان است. مردی که از گمنامی مطلق از دل فقر و اسارت برخاست و خودش را به پادشاهی بزرگترین امپراتوری زمان خود رساند. مهمترین خدمت نادر یک پارچگی دوباره ایران و بیرون راندن تمام اشغالگران بود. او ایران را از یکی از تاریک ترین دوران تاریخش نجات داد. ای نادر، آسوده بخواب، زیرا ما بیداری. اگر از این قسمت لذت بردید، لطفاً مهر و نظرات خودتان را در قسمت پینوشت برایم بنویسید. سپاس از نگاه شما، فرزندانم. 10 تا از وحشتناکترین روش‌های شکنجه